بسم الله الرحمن الرحیم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند علم از بین می رود و جهل و فتنه انگیزی جایگزین آن می شود و خرج و مرج زیاد می گردد. کسی پرسید یا رسول الله خرج و مرج چیست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب آن شخص دست مبارک خود را طوری حرکت دادند که دلالت به قتل و کشتار میکرد.